پیش از همگان میدونیم که حج از رکن 5 گانه اسلام می باشد و الله حتی میگوید و اتم الحج و العمره لله، حج و عمره را برای پروردگار انجام بدهید. برای همین بعضی از علما عمره را هم فرض میگویند، حتی عمره کردن را هم فرض میگویند. و یک مسلمان وقتی شرایط حج رفتن دارد و عمره کردن دارد، حتما باید حج کند و عمره کند. یگان کار در دنیا، چه از مکتب سازی باشد، چه از راه سازی باشد، چه از فقرا کمک کردن باشد، برابر حج و عمره شده نمیتواند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند العمره الی العمره کفاره لما بینهما و الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. از این عمره تا آن عمره گناه های شما کفاره می شود و حج مبروره که بدون آلایش و گناه و ریا و خودنمایی انجام می دهید و جز جنت دیگر جزای برای آن نیست. و حدیث دیگر در سنن آمدگی هست که پیامبر می گویند صلی الله علیه و سلم شما بین حج و عمره همیشه در تواصل باشید، یعنی عمره کنید بعداً حج کنید، حج کنید بعداً عمره کنید، برای اون که این عمل ها هم فقر هم کمبغلی شما هم گناه های شما را تازه میکنند، چگونه که آتش طلا و آهن را از کیرها یا گفتیم زنگ ها تازه میکند. عمره کردن و حج کردن اصلا سبب کمبغلی نمی شود وقتی ما به خاطر الله آن را انجام دهیم. فقط مشکلی در این است که عزیزان وقتی گفتیم ما باید حج کنیم عمره کنیم، هر یک نفری که گفت من به خاطر الله حج میکنم، پولم رو صرف میکنم، وطنم رو ترک میکنم، خانوادم رو ترک میکنم، عمره میکنم 2 هفته و 3 هفته حج میکنم 1 ماه و 20 روز، او وقتی برمیگردد علل خصوص از حج فرضی مثل کودک تولد شده از مادر بیگناه برمیگردد، اما به شرط آن که تو نیت خالص داشته باشی. میروم و برمیگردم که مرا حاجی گویند، من هم دیگر آخرش به صف حاجیان میدرایم، به حاجی آشی همراه میشوم، مرا پیشواز میگیرند مثل رئیسان کشور. این نیت ها در شما باشد، شما از همان دقیقه که نیت کردید یگان ثواب نمیگیرید. پروردگار هر کسی که عمل را به خاطر مردم انجام میدهد، آن عمل و ثوابش را به خود همان مردم وا میگذارد. برای همین نفرانی که میگویم ما به حج میریم، ان شاء الله امسال سفری عمره من هست، یقین بدانید که باید خالص نیت باشیم. عمره امان هم حج امان هم برای الله باشد، ریا از قلبمان گم شده باشد و نگوییم که برای حاجی شدن یا همسایم حج کرد یا خدای من عمره کرد یا این محله همه حاجیان چرا من نه. این نیت ها باشد شما یگان ثواب ندارید. در نزد مردم حاجی هستید، در نزد پروردگار هیچ ثوابی هم ندارید.